قدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دل دار. برای راحت روحم به سرداری شوق کن، پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی. تو رحمان مهری آثاری در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی، با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی، پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب، پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب، پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار، پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد، پدر در زندگی استاد. سلام دوستان عزیز بیننده ها، امروز پای بردید که 8 مارت است. نه به آن سبب که امروز 8 مارت عید زنان بانوان است، امروز ما پدر را تبریک میگوییم، چرا که جشن زادروز دارند. امروز باهرمک را شخصا از نام حنیفه خاله، از نام عائله‌شان تبریک میگوییم. آن لحظه های خرسندی، آن لحظه های شادباش، شادیانه را هم راهی شمایان به هم میبینیم. تیار باشید اگر آغاز میکنیم. کنی رفته السلام علیکم پدران عزیز، مادران مهربان و زیبای ما. من امروز 8 مارت است، عید بین المللی زن بانوان، مادران عزیز، همه شمایان را از نام جماعی خود صدقاً صمیمانه تبریک میگویم. مانند امروز، مانند روزهای بهاری، گلهای بهاری شکوفان شده، زیر این خیلی دسترخوان ها شده گردید. هیچ وقت خسته نباشید. امروز عید بانوان را مبارکباد میگویم. ما امروز با آن سبب که امروز بزم است نامده، با آن خاطر که امروز جشن زادروز است، زادروزی باهرمک. وقتی برایشان خرسک میزنیم، پیشنهاد تکلیف میکنیم. کنی باهرمک همینجا میکنشان مرحمت باهرمک باید کنی یا نیمان با باهرمک چخیل شما. امروز شما انسان خوشبخت، همه مردم امروز تشویش رو میشوند که من چی تحفه گیرم برای عائله‌ام، برای خواهرم، برای دخترانم. گفته امروز این کس به حضور میگردن که امروز زادروزم است، من با تحفه میبیاید. گفته باهرمک البته شوخی ها است. باهرمک وقتی یا باید کنی امروز معنامی که اومدگیش من تبریک کنی. من فرزندم بایسته. چون فقط فرزندام کیونه هم هست؟ نه حنیفه ما امروز سینه اسکار نکرده با فکرم شما. از نام حنیفه ما آمدم. قریب 1 هفته باز تیاری میبینیم، هر دیمان تلفن میکنن، میبینن خونه این خیلی میکنیم، این خیلی میکنیم. دل همین امک جانت را بالا کن، هیچ وقت خسته نباشم. به حنیفه مایانشان با امروز روزی خرسندی است. همه این نزدیکان تبریک میگویم، جشن زادروز مبارک. از نام حنیفه ما صدقاً تبریک میگویم. هیچ وقت خسته نباشند، هیچ وقت دلگیر نباشند، مانده نباشند. زادروزشان مبارک. تا دنیا باشند و هم جایه دم پیری را، دولت پیری را یک جایه بینیم. و تا حاضر پستی و بلندی های زندگی را دیدیم. چه مشکلی ها آمد، چه خرسندی ها آمد، یک جایه پسی سر کردیم. خدا کند که بعد از امروز دیگر مشکلی های زندگی را نبینیم. فقط
حیاتمان پر از خرسندی ها باشد، نبیره ها را توی کنیم تا که چی ملی قش بداریم، ختنتوی های کلام کنیم برای خلق و مردمی عزیزمان، هیچ وقت سرشان خم نشود. دلشان هم علاقه از آن نشانه میدهد که سرشان چقدر سفید باشد، دلشان هم علاقه سفید و دریا دل هستند. گفته حنیف اما شما را تبریک میگویند. برایتان گفتند که همون شعرت از که هر بار میخونی همون خان امروز میارزد. اگر یابم جوانی این دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس. به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس. حنیف اما میگویند که اگر همین جوانی من با دویم سیره اگر گردش چرخ فلک نصیب کند، اگر من به یگان اندیشه اگر همین زاوچی نماند هم من خودم رفته زاوچی مانده انامین بایرمکت از انتخاب میکنم. گفته بینیمی الان خیلی گفتم برای شما امروز از نام فرزندان عزیز، از نام کریم پادشاه ها شما را تبریک میگویم، از نام دختر نازنینتان، داماد، نبیره های شیرین برای پدرم رسانید که در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر، در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر، من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر، یک قدم از گفته‌ات بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر، گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بیگزندم از دعایت ای پدر. امروز روز خرسندی میلاد عمر را مبارک باد میگویم. حنیف اما یک تبریک میکنید می خودتان؟ من امروز از شما تبریک کردم، سیره آشکار کردم. حاضر برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است برای پدری عزیز میسپاریم. قرصک میزنیم البته صمیمانه بر همه مبارک باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک. حاجیانه و حاجی بابا شده در این کاشانه ها در این خانواده زیبا حج آشی ها کردن نصیب کنند. مبارک باشد. امروز حنیف اما جشن مادران است. مادر هست که حیات است. زن اگر آتش نمیشد خام میماندیم ما، نارسیده باده در جام میماندیم ما. مادر عزیز امروز روز زنان بانوان رو مبارک باد میگوییم. همیشه شکوفان شده گردید گفتن گلهای پژمرده نمیشده که همیشه زیبا شده میگشته گلها رو برای شما انتخاب کردیم. مبارک باشد. قبول میکنید. مبارک باشد. زادروز مبارک. در اینجا پرتریت هست برای من نام میمونیم. نامی پرتریت با اینجا وریانت ها هست. لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین و چی بود؟ طاهر و زهرا و هاکذاها هست برای شمایان. کدامش انتخاب میکنیم؟ فرهاد و شیرین. الان تو فرهاد و شیرین برای عاشق شده کردم گفتن پیشکش میکنیم. پیشکشون حقیقتا فرهاد و شیرین دوره های جوانی مبارک باشد. مبارک باشد. شیرینی تیار کرده آمدیم برای امروزه. نوجوانان برای نوجوانان ما شیرینی آوردیم. یک جایه نزدیکتر میبریم شیرینی را. برحمد Улетает время и бегут года, бурной молодость была детствая, под восточным солнцем добрая душа. مبارک باشد. یک داشتم مثل میکنیم. مبارک باشد. زادروز مبارک. برحمد И поднимем мы бокалы за твои года, за нас, чтоб 100 лет вы жили с мамой, жизнь сделала ты немало. И поднимем мы бокалы за твои года, за нас, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. زادروز مبارک. Днем рождения. Мубарак бошад. Твое слово главное у нас в семье, ты родной в Самарканде
Помогал тебе более лучший день. С гордостью мудрый им дает совет. Жизнь сделал ты немало, и поднимем мы бокал за твои года, за рад, чтоб 100 лет выжили с мамой. Жизнь сделал ты немало, и поднимем мы бокал за твои года, за рад, чтоб ты с мамой был всегда. Yaxshi niyatlarni ko'rishnamen. Zo'raman tabrik mekunemi yo raqsash ketimi? Albatta, marhamat. Yaxshi sanlarni ko'rishnamen. Marhamat. اولین بار برای امروز بایرام زنها من شخصا از نام خودم از نام اولیم و همه خواهر برادر کیلون جیان ها را و این روز 8 مارس تبریک میکنیم. ساخت سلامتی عمر دراز رزق فراز کارهایشان با موفقیت های نو محقق می‌کنیم. باید پادشاه با ساخت سلامتی من حاضر تا فرهاد و شیرین الهیم هر دیتون خوشه پیش شویتون 100 ساله شویتون چی نیت ها باشد جامعه عمل پوشد من حضور حلاوت من نیوره ایوره چیوره بینیتون هنفه که خوشه پیش شویتون خیلیاتون خوشه پیش شوی خدا دادگی عمران از بیامونه حضوری نیوره ایوره چیوره بینی تو دنیای ساق سلامت باشه همه ساق سلامتی ضعیفا هم ایداتون گدی مبارک هماتون نویم سال بدره اهل اویله گدی که اینجا سلامت باشه سلامت السلام علیکم مهمانان گرامی همه کدام به درگاه حنیفه خوش آمده نور دیده تاج سر امروز روز زادروزی با ارجام بده الهیم صد بدریان حنیفه که کوشه پیر شوند حضوری نیوره های بینن رحمت بده خواهران عزیز مادران محترم من از این فرصت استفاده برده دادر عزیزم باهی را با این روزی تولدش تبریک مبارک باد می نمایم با اینها اول صحت سلامتی عمری دراز الهیم حنیفه کلون کتی حنیفه کلون نه برای ما یک خواهر عزیز الهیم دیاکاتون خوشه پیر شوه پیری با دولت شوه حضوری حلوتی بچیاکاتون نبینه اپشتی بچیاکاتون دوران نبینه الهیم همه وقت صاف سلامت گرده فرهاد و شیرین طاهر زهرا لیلی مجنون شده گرده الهیم رحمت بایرم دکترها هم یکاتون بایرم مبارک شوه الهیم هم یکاتون السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده به درگاه اکاجان عزیز من اکاجان زادروز مبارک باشد الها همیشه صحت و سلامت باشد من از همین فرصت استفاده برده گفتنیم که برادر عزیز من یک از انسان هایی هستند که دعای پدر و مادر را گرفتند اولاد دوست و مهربان و غمخوار هستند الها میخواهم که ینگملون که یک جایه روزهای نغز بینن روزهای خرسندی بینن دیدگی روزاشون فقط همین شود اپشتی فرزند و نبیره ها سربلند باشن فقط خوش و خرسند باشن ینگملون به گفتنیم هستم که ینگملون وقتی که من بچه‌های من خورد بودن به جای من پدر و مادری مرا نگاه کردن من آن وقتا فقط آمده خبر گرفته میتوانستم ینگملون هم رحمتی کلام اکم هم رحمتی کلام میگم الهیم همه وقت ساخ و سلامت باشد حضور حلواتی فرزند و نبیره های بینه از پشتی فرزند و نبیره ها روزهای نغز بینه الهی دعای پیری کردن دادن نبیره ها با چمیلی خواب دروردم و لایق شم ینگملو ساخ باشه سلامت باشه زادروز مبارک باشد خواهرکای عزیز کلنکا همه شمایان را با این روز خرسندی تبریک و مبارکباد میگویم الهی شما هم صحت و سلامت باشه خوشه پیری به دولت شده گرده ساخ باشه سلامت باشه خوش آمده به درگاه ملامتان
منامکم ایلویم سر بدرویم سری ما با ساخ سلامت کردن ایمان که خوشه پیر شوند سرکای ما با کلام شده کردن این فرصت استفاده برده مادران شما رو با این هشتمی مرد روزی بانوان تبریک میکنم ساخ باشید سلامت باشید السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی خوش آمدید به این درگاه ما اولا بار لامک جان سری ما به ساق سلامت کرده بیبلام که خوشپیر و به دولت شده کرده خدا دادگی عمر با خوش و خورسندی سر نیلاها با زنها اماملاها ینگملا بیملا آیتیملا ینگملا همه یکاتون با این روزی هشته مرد روزی زنها تبریک و مبارکباد می نمایم خوش آمده همه یکاتون با یک السلام علیکم همه یکاتون با خوش آمده لامک بیملا ایلویم سر بدروی اما وقت سری ما با ساق باشه سر بدروی دادا جان البته از آن کسی مغز شیرین میگیره من دوست یکو قطار شده ایستادیم کنی کلام تبریک کردن سر کنن کنی مرحبا السلام علیکم مهمانان و میزبانان عزیز خوش آمدید به درگاه بابا جانم و آنا جانم من بابا جانم را با امروز روزی زادروزشان تبریک میکنم و بابا جانم اولا بار عمری دراز رزقی فراز و کارهایشان آمد با آنا جانم خوش پیر شوند در دلی جوانی خود چی آرزو نیت باشد همه اش جامعه عمل باشد صد بخار را بینند السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به درگاه بابا جانم و آنا جانم من بابا جانم را با این روز خورسندی اشان تبریک و مبارکباد میکنم بابا جانم 100 ساله شوند در سر مایان ساق و سلامت کردند شعری پدر یکی بر دیدنی روی پدرزار یکی پدر را می کند خار من از این کاری قسمت در عجیبم خدایا این چی سر است و چی اسرار پدران را خداوندا نگهدار مکن محتاجی فرزندی خطاکار علیچه گلی بادم من دخترکی بابا تا چای خورم من چای رزکی بابا مادرم جان و دلم به تو جهان را چکنم همه میرم بودی و دیگران را باید بابا تبریک میکنم 100 بدروی بابا جان تبریک میکنم 100 بدروی آنم که قشه پیش رحمت اکنون دخترکا امروز روزی مادران است همه گلهای یک ترت مادران تقسیم میکنیم مرحبا مبارک باشد ایدی بانوان رو مبارک باد میگویم من اگر خوبم داید پشت دنیای من است بوس و بردستان گرمت میزنم شاه دلم با حضور از خانه روشن میشود ماه دلم هرچی میخواد دلم پیش تو پیدا میشود این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود مادر همه جانت زنم مبارک باشد دلسته باشد امروز bayram است باد و هوای بهار است الواقع خوش و خوشبختانه رقص و بازی کرده امروزه روز خورسندی رو دوام میکنیم بیرون برای من آب و هوای فراوان است یعنی فهمه با راهبری شمایان بانوان رو تکلیف میکنیم نه بیره ها را همه را یک جای میرقصیم خورسندی میکنیم زاد روز مبارک مرحبا
Feeling
Somos
بیننده های عزیز، تشکیلاتچی امروز بزم فهمه که با راهبریشان با تشکیل کنندگیشان امروز در خانه‌دانشان مهمان شدیم. با ایدی با عنوان تبریک کردیم و در جشن زادروزشان با ایرمک رو خرسند کردیم و همراه شما با هم دیدیم. می‌خواهید که این خیر روزهای خرسندی رو تشکیل کنیم. پیشکش شما کنیم البته به جامعه ما مراجعت کنید که هر لحظه ما در خدمت شما هستیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود رو احتیاط کنید. رحمت حنیفه، سلامت باشه. برامتون مبارک. رحمت. Tá, onde que